السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیلی عیدتان قفی. عیدای همتون برادران عزیز در عیدیم. کار و برا همه طرفا خوب. خداوند عید مبرور و مقبول و ذنب مغفور ماه شریف رمضان رو بگرداند. عیدتان چخیل گذشت برادران عزیز؟ در کامنتر بنویسین چی گفتنی دارید؟ چخیلی بهترین زندگی سلامتی ها همان است بهترین. نه یک ماه پرشیدی به حد زیقاین رمضان نگاه رفته است. رمضان رفت زیق شدی میخواد روزداری کنی؟ او کنیش نجیم ماشاءالله. زیقی بارک از الله. سلامت خچه دارن. ممکنه اگر شما نمیرم موزی با پیتر برای زیقم یک سبب باشه. یک سبب دیگهش وطن یاد کردی مادر ما یا بچه هم که قوری یا شما این هم بچه یا بچه خیلی مختلف مثلا- دیگه خیلی کلانشی دیگه میسوی بچه شوخ کلانش دیگه ته یرکا کلانش دیگه هم طرف فکر مادر داریم و انشالله همش خوب میشه همش انشالله. به خواست الله. خب سوالم گفت میشن ای نیت کودک پیدا میشه مالی مرامت بگم مرامت باز اینت پیتی رفته سعیم خیلی معلومه برای چی میره نه برای چی میره همه میکنم آجه برای بطل میره امی ایج ناگهان پیدا شده انسان که میگه اگر رفته و مثال نه حاضر پرینسیپیال نمیگه مثلا پلی بطلش تو میگه بس میکن نمیره بطل بکنه چه قامتی برای خوری درسته که سویا باردم سوال داد من گفتم میره اگر بشم گفتم من حاضر پرسم گفتم مثلا در پیش ویدیو گفتم شاید این مردم دیگه خیلی فکر کنن به مثلا که یگان خیلی دیگه به ویدیو نپرسیمش که مثلا چی میکنن فکرش شاید دیگه خیلی دیگه بگه دیگه خیلی بگه ها من دارم گفتم تا ناگهان گفتم که سوال بودم که مثلا چی شوه مثلا که وقتی که ناگهان سوال میکنن در روی اکران مردم یعنی خیلی همون ایستی نیست گاپروس اتویت میشه ده هم خیلی ندیشه جان نه دیگه اینه بله میگه گپ که همون گپ بخاطری که گپ در سری من نیست تمام یعنی دگور دراج دینی دگور دراج دینی خیلی الله خودش هدایت بده اینه بازم یعنی چه که دست ما اومد کوشش کردیم حرکت کردیم که شما که حج نروا یعنی بطل برای که من شوی که نشو بشوه همش در دست الله شاید که رفته و هم وقت ساعت نشه مثلا ما کار ندارم به این امور زندگی حیاتش یعنی توفیق جانبی الله هست یعنی سبب به اونه که سبب کار سبب شونده یعنی چند بارم خیلی تکلیفات بدنه که بس کنی امور از خود چیزشه شما میتونم زیاد خاطر آخه دگور موندگی نمی اینزا و کانترکت نه چیزا با نام فامیل ما رفتگیان مردم پروا ندارن هم چیزا دوینش طرف سوینش طرف میشه و پروا ندارن مثلا نمیدونم این چیزا من میدونم در این دلی خدمت خدای توری سرم با همه خاطر میگم برام بکنم از هم ساختش کنم خارجان گپ ما دامون با بزنم اخیرانش در یعنی ترک موسیقی یا که ترک موسیقی صحنه تحریح ریب همه تمام انشالله خیزم بعد پیش خود میام بودن چقدر خودتون اگر قبول میکنین کار تمام انشالله قبول در گوین قبول نشه به همجای قبول میکنن رو بگاه شکر داریم خب الله سبحانه و تعالی نگهبان باشه برادران عزیز یعنی چی سرانده باشه چی بلاگر باشه چی رقاصه باشه هر انسانی که باشه دروازه ما شده های یعنی بسیاری ها مثلا که ما رو میبینن با همراه رمضان یا که بعد دیگه حافظه گوخ میشه بعضی ریپریستو خطی یا که بعضی حافظه یا که بعضی بلاگر و بعضی انسان هایی که بگیم ایدین بیرونن گروه بگوره با قول اونها با ظاهری دیدن اونها یعنی فکرشون خطا های یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم با یهودیان هم رفتار میکرد تو اینکه چی بکنن اخلاق و آداب ببینن و اسلام قبول بکنن یعنی با همراهشون معامله میگه تو اینکه اونها چی بکنن خبردار شن دین مبین اسلام و همچنان هر برادری که باشه هر مؤمن باشه بسیاری هاش مثلا همین حافظه و رقاصا رو هر گپ میگن والله چندی کساش همین کارخونه ما میاین مثلا وارو ویدیو کنن شب مثلا میگن رقاصا زنکار که میاین یا که دیگر بچه‌ها میان بسیاری هاش ویدیو نمیکنیم بعد هم داشتگی مردم دیگه کسا بدبینی میکنن نسبت همونها بعد صراحتا گفت میشه میگم که همین انسانانی که بدبینی میکنه نسبت همین حافظ کدوم شما قرآن خونده میتون میگه اگه متش قرآن میگیرم در دست همین حافظ میتون میگم برادر که قرآن میخوان میگه قرآن میخونن یعنی ببینه که
نزد الله ما نمیدونیم کدوم بالاتر هستیم، فضیلت کدوم نزد الله بالا های، قدر قیمت کدوم نزد الله بالا های. یعنی ببینید که همچنان که سراینده باشه از تاریخ اسلام باخبره، قرآن خوانده میتونه که الله سبحانه و تعالی توفیقش نداده است که همون صحنه رو ترک کنه، یا که گرد اطرافش همون انسان‌ها هستن که همون را جلب کردگن به همون سن. با هم خاطر توفیق هدایت از جانب الله های. و میتونه با همراهشون بشیم. کسی که میاد مرحمت بیاین всегда گفتی گپا رد کرده ویدیو دیز واس، چیزی که میخواهیم، چیزی که میتونیم، چیزی که دستمون میآید به قدر استطاعت کوشش میکنیم. یا باقی موندهش همش در دست الله. هم خیلی سری نه؟ امروز یه دختره که بلا بیرم دنیا گذشت. انا لله و انا الیه راجعون. چه سبب؟ دوگانه جانم بود که نمیدونم راستی که تو هم امروز دیدم زیخ شیدم. نه سبب شالی سپید نکردم زنگ بزنم بفهمم برسم. خیلی یاش بود. یعنی از گپ تو فهمیده میشه که مرگ هر لحظه زمان میاد، چی بلاگیر هستی چی حافظ هستی، باید چیکار کنی؟ پیش از مرگ توبه کردن. یعنی تا خرسانی که الحمدلله پیش مرگ بگیم الحمدلله با آدمای انسانای خوب یعنی بگیم برادری گیج هستن، کروگ خوب قطعی بگیم شناس شدی و نماز با جماعت خوندی، روزه‌داری کردی، شاید بگیم دگی در تو یک قسم شاید چند روزا رو میخوردی. هم خیلی بود؟ خیلی یکم رمضان نه که قطعی آدمای مومن مثال مسلمانی که دین سختن، مثال ختان قاری سوراب و قاری صاحب هم قطعی نه اولین بار خیلی سرجم نشینم 30 روز پادریار سر یاد سرخان 30 روز پادریار یک پمیشین یاده ای برای ما دستیجه نه قاری وجود 30 روز در استودیو رمضان من نگذشته 30 روز در کارخانه خودت با طبقات و یه دستیجه شگرانه الله میکنم حرکت با پیش کردیم چه خیلی کمی ریب در موسیقی در زندگی در سومیوی در حرکت با پیش کردیم ایش در حرکت با پیش میکنیم انشالله الله موفقت میگردونه. هر کاری که میکنیم به خاطر الله به خواست الله بکنیم انشالله خدا هم خودش موفق میگردونه. خب دوستان عزیز دیدین که مثال بگیریم کدام بلاگری بود والله نمیدونم کیه، اما فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هر وقت که اجل بالای انسان بیاد نه ساعت پیش کرده میتونه ساعت قفا کرده. با چی خاطر؟ برای هم وقت ساعتش آمد. یعنی خب جوان هستی، خب پیر هستی، خب زیبا هستی، خب گفتی گپا بیزیب هستی، شکل شمالی خوب داری، سپرسمنی هر کسی که باشه وقتی که اجل که آمد هم لحظه زمان میگیره. و هم خاطر خشم به حال انسانانی که ماه شریف رمضان فرصت دانستن و توبه کردن نزد الله سبحانه و تعالی. یعنی کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است. امروز هم میچشیمش یا فردا هم میچشیم، المهم که میچشیم. به همون خاطر از همه بهترین ما و شما که بود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود دنیا را ترک کرد رفت، ما و شما را هم نیز ترکش میکنیم. به همون خاطر فرصت را از دست ندهیم و عبادت الله باشیم. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.